مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. معین راهبر. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. السلام علیکم بیننده های عزیز. امروز جمعی ما برای تبریک کردن جشن زادروزی شاهزاده خالا آمدیم از نام فرزندشان آزادایتی که در مسافرت هستند، از نام آزادایتی، از نام نبیره های شیرینشان. امروز مادر جان عزیز را تبریک میگوییم، همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. مهمانان عزیز السلام علیکم. صاحب جشن امشب ما شاهزاده خالا زادروز مبارک. انت برایشان خرسک زنیم پیشان و تکلیف میکنیم. مرحبا. نصیب خالاش باید شما نزدیکتر میستیم. البته نزدیکتر میستیم. مرحمت خواهران یک جای هم ما نزدیکتر میستیم. شاهزاده خالا زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد و عمر را مبارک باد میگوییم. امروز شما را از نام هم پسر هم دختر شده یگانه فرزنده که در مسافرت هستند با یک مهنت حلال طول 20 چند ساله کاری که در مسافرت کردید، همه فرزندم از هیچ کس کم نشود گفته هم پدر هم مادر شده آزادایتی را به وای رسانده.
قریب 30 سال برای همین فرزند در مسافرت گشته، از توی و معرکه عروس‌های خرسندی خلق دور شده، تنها برای زیبا و فراوان زندگی کردن فرزند عزیزتان مهنت کرده. امروز از نام دختر نازنینتان، از نام آزادیت شما تبریک میگویم. در روی دنیا یگانه انسانی که من باوری دارم با یک لفظ شیرین نامش مادر است. بعد از خداوند تنها با مادرم باوری دارم. این زندگی پستی و بلندی ها داشته است. این زندگی هر خیل راه و کوچه و پس کوچه ها داشته است. در همین شاهراه زندگی بسیار پستی و بلندی های زندگی را دیدم و مادری من برای من همچون قله های بلند آهلیک و سمرقند سربلندی را آموزاندند و پشت و پناهی من شدند تا دنیا باشد. آن روز که من خردکک بودم، خاندان ما به جشن زادروزی مادرم و جشن میگفتیم و خیش و تبار خاله و تاغا و نزدیکان میمدن، مادرم تبریک میکردیم یک جایه. بعد از آن میرفتن همه با خاندان خود تقسیم میشدن و من و مادرم در همون کاشانه، در همون کلبه مادرم تنها خواب میکردیم. یاد کردم آن روزها را، چهره گرمی مادرم، لفظ شیرینی مادرم یاد کردم. هزار رحمت مادر جانی عزیزم با که من از همه زیاد کلان کردگی باشند، حاضر 3 فرزندی من از من دیده زیباتر و گواراتر کرده با وای رسانده استادم. هزار رحمت برای مادرم رسانید که ایا مادر امیدی من تو هستی، ایا مادر امیدی من تو هستی، گلی بختی سفیدی من تو هستی، توی خورشید اندر روزگارم، توی باغ و توی فصل بهارم. بهار آید برایت گل بچینم، بهار آید برایت گل بچینم، گل خندان رویت را بچینم، فدایت میکنم جان را برایت، نبینم من هیچگاه درد و داغت. الها هیچ وقت چشمشان نم را نبیند، سرشان درد را نبیند، از پشتی ما فقط صحت سلامت شده گردن و فقط آرزوهای نیک برایشان باشد. من یک تا باشم هم جای 10 فرزند را میگیرم. خدا خواهد مادرم بهشت خاندانم، شخصیتی که تمامی هستی بود و نبودی خودشان من به فدا کردگی انسان و زیارت کعبه الله فرسانه می ارزد، چرا که مادری من مادری مهربان، مادری زحمتکش و زحمت دیده هستند. برای مادری عزیزم در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است، اگر یک تا قرصکی بخورد زنیم مرحمت کتاب قرآن را پیشکش میکنیم. زادروز مبارک. مبارک باشه، زادروز مبارک. نبیره های شیرین نیست شما را تبریک میگوییم. گفتن حاضر در اینجا عزیز زبانو برای آنجانی من رساند که آنا بار دنیادا یشش باشقچه، آنانین تعریفی و مهرو باشقچه، ترسه هم که حتی تقصان یوز یاشقچه، آنا بار دنیادا یشش باشقچه. گفتن برای شما البته در اینجا توفه ها دارن، حاضر باشد. برای مادر عزیز بهشت خاندان گلدسته زیبا را تقدیم میکنیم. مرحمت گلها را میسپاریم برای مادر جانی عزیز. زادروز مبارک. و البته از نام فرزندان، از نام نبیره های شیرین در اینجا باز توفه ها هست. گوشوارهای طلا مرحمت از زبانو برای آن جانا میسپاریم و انگشترین طلا را برای آن جانا میسپاریم. مرحمت. می سوزم مسافر گردی و تنها در این دنیای پر. حاضر از زبانو از نام مادرشان، از نام اهل اوله مادر جان رو تبریک میگویم. مرحمت.
آنا جان شما تبریک میکنم ویلیم صد بدره چی نیت و آرزوتون باشه همش برسه مانا آمده که اون که تون بر رحمت الهیم همین باید برسونده الهی مکن سرمون بساق سلامت به درد برنج کرده چی دلتون باید دردتون باشه همش گذشته رو الهیم آنا جانی من مهربانی من بیه نکاوان کده داده و زومت کده هم باید من ست بدایه آلوکچک بولی بادام من دختره بی آنم آنم ست بد من دختره کی آنم آنم چای خواهد من چای تکی آنم مالندس رحمت السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمدید در نوری دیگه تا سر مراد زادروزی شازانه من شازانه من تبریک و مربات میگویم آنها بر دنیاده یشش باشقچه آنانین تعریفی و مهد باشقچه دلسم که 90 یش کچه آنها بر دنیاده یشش باشقچه آنانین مطلبه آبرو بولسم قلده میالب پول بولسم یعنی ده کوب دستلری بولسم آنها بر دنیاده یشش باشقچه یشایدو آنامز bizlerini oylab tuni kun xudodan baxtimiz so'raymiz. Rahmat, tashakkur. Albatta, Mirshodjon برای onajon ما دستماندهی طلا دارن. انگشترین طلا برای onajon ما مبارک باشد. زادروز مبارک. مبارک باشد. هزار رحمت. البته امروز که روزی خورسندی است شاهزاده خلا از نام فرزندتان آزادایتی چخله که من در مادرم در مسافرت بودن مرا همچون مهری خالگی و مادری داده خالاهایم با بوایی رساندن و شخصا مهری به منتی نصیب خالم زیاد است. در زندگی برای من تمامی پستی بلندی های زندگی و چخل زندگی کردن را تمامی حیات رو بودگی طرز زندگی کردن را برای من آموزاندند. رحمت برای بودگیشان. حاضر من در مسافرت میگردم از حال و احوال مادرم خبرگیره گفته رحمت گفتن برای خاله جان هایشان و البته برای نصیب خاله تشکر میگیم و نیت های نغز نیکشان را میشنویم. مرحمت. السلام علیکم خواهران دادران خاله ها امروز جشن زادروزی خواهری من 65 سالگیش اپاجان الهیم صد بدرا الله دادگی روز بین سری نیوریکات و دخترت و همه وقت ساق سلامت خوش خورسند گرد مبارک باد شما را جشن زادروز خواهری جان شما زیباترید زیبا در این روز گلی نازی مهی نازی شهی ناز الها تا ابد باشی سرافراز خواهری جان همه وقت ساق سلامت گرد. هزار رحمت تشکر. برنا خلا مرحمت. السلام علیکم مهمانان کرامی دوستان مهربان من امروز سببگاری جشن امروزه ما خواهر من زادروز دارد ما همه ما میخواهیم خواهر عزیزم را با این روزی زادروزش تبریک و تهنیت ها گویم الهیم خواهرک جان در دلک چی آرزوهی داری جامعه عمل پوشه در سر نبیره هایت سربلند و دهاگوی و نبیرکات باشی ای خواهر جان جان خواهرکم دلی جان خواهرکم صندوقچه سیم زرگران خواهرکم. رحمت تشکر. برنا خلا سریعت آمد می یا رقص است که می خوش حاضر در اینجا آزادایتی ما دیده ایستاده این یک تخشرکت تبریک کنم مادر جانشونه. آزادایتی تیار می شما؟ مرحمت. بی جان السلام علیکم زادروزکتون مبارک باشه تبریک میکنم تونه سرکی مون بساق سلامتک گرده دلتون رنجوندگی باشم نبخشه بی جان دنیا هسته باشه. رحمت یک تا قرصک زنیم برایشان. رحمت هزار رحمت تشکر. و البته نبیره ها
ارشاد جان نزدیکتر میستیم همراه آنجان ما شیرینی رو میبریم عزیزم مرحمت شکرانه همه ما یک جای میستیم کارت تیار میکرد کاردم تیار کنیم مرحمت یک جای شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت کارت ها تیار می Льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, не без разницы, приеду. مبارک باشد День особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только... برناخولا شوق شود همه رقص و تکلیف کنیم چخیل بشود البته مرحمت های شوق برای شمایان می رقصیم خورسندی میکنیم زادروز مبارک مرحمت Beni bahçeyi beton, taşkın pabuç ağladı don. Hep bize kakakış ne, doğacık mı yalnız bekon? Rakı coşma, doktor özbekon. Hediye gele, ah şirin sanma. Anı balanı madde vattı, doğacık çeke pere vattı. Ya kucak de, başımını koy pere vattı. نغزی کر سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت السلام خوش آمدت نغزی کر سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت Rakı coşma, doktor özbekon. Hediye gele, ah şirin sanma. anı balanı matı vattı tacikçe geper vattı ve kucak de başımı koy pere vattı. Hamma
تو شکایت کردم دستش دودت منم بر شب تو را میخوندم تو من قابل گفتی که بهات میمونم چیدر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من چیدر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من بله بله مبارک باشد
Beni bacayı beton, Taşkent'e hoş olmadı don. Hep bize kadar kış nes, tavcık mı ya Özbekon? Tatlı coşma, doktor Özbekon. Hep bir yönteme, ok şirin zapma. Hani bana ne madde vattı, tavcıkça yapar vattı. Ya kucak değil, başını kadar vattı. نغزی کر سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت السلام خوش آمدت نغزی کر سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت Tatlı coşma, doktor Özbekon. Hep bir yönteme, ok şirin zapma. Ana bana madde vattı, tacikçe yapar vattı. Ya kucak değil, başımla kadar vattı.
بیننده های عزیز، امروز جشن زادروزی شاهزاده خاله را با یک درجه اعلا خرسند کردیم. از نام فرزندی عزیزشان از نام آزادایتی همراهی شما به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم.